البته چشمانت را ببند، گوشهایت را خاموش کن، با آرامش عمیق و لحنی دلنشین لحظه ای تأمل کن. دست و پا نداشتی، چه احساسی داشتی؟ خوب یا بد؟ اکنون دستانت را به سوی آسمان بلند کن و با شور بگو الهی شکر که به من چشم دادی، گوش دادی، دست و پا دادی. با قدردانی و احساس امیدوارانه شکر که مرا بر تخت بیمارستان قرار ندادی، شکر که مرا در عذاب جهنم قرار ندادی، شکر که مرا در صحت و سلامت کامل قرار دادی. با لحنی دلسوزانه الهی به دلهای داغدار عبرت آفرما، بیماران بستری بر تخت بیمارستان شفای عاجل عطا فرما، سایه پدران و مادران را از سر فرزندانشان کم مکن. اگه کسی پدر یا مادر ندارد روحشان قرین رحمت و شادی فرما. الهی کودکان و جوانان را تا پایان عمر شاد و سلامت نگهدار. با احترام، آمین.